جان تو چی میکنی ها؟ خب در اینترنت یک چیز میخواستم ببینم او را میپالیدم. تو کار چطور کردی؟ کدام کار چطور کردم؟ همون تو گفتم میفهمم که چی کردی. یعنی میخواستم بگویم میرم به قریه، همه تو نیست؟ درست است. بله کان میرم، من از خاطر آمدم، اما حالا بیا که بریم دیگه. درست است بریم. چیز بانو میفهمی که یک زن بسیار زیدی است، نمیخواه بره اینجا میباشه. اینجا؟ خب درست است. کان زود شو، از اینجا بریم دیگه، زود شو. نه درست است، از اینجا چه قسم برایم؟ درست است. حالا بیا که بریم. هتل بسیار مقبول است. خوش آمدی دخترم. خوش باشی مادر کلان جان. سلام سلطان مادر جان. ببینین در هتل کی را یافتم. خوب کردی که آوردی. ما هم تنها بودم، منتظر بودم که همراه گلسوم درباره نکاح گپ بزنیم. مادر کلان برات میگم، ما و جمال وقتی با هم بودیم تو یک تصمیم گرفتیم و تاریخ هم گرفتیم. میخواستیم بدونی که کسی خبر شوه شما را متعجب بسازیم، اما خب دیگه وقتی از هم جدا شدیم کل چیز تغییر کرد. از خاطر یاد ما رفت. یادتان رفته بودم تو نیست؟ بله مادر کلان یاد ما رفته بود. من از کجا بفهمم که شما بعجله اونجا میرین و صبح گفته بودم که به هتل میرم. نه ده ضمن بیبی همراه کانم ده هتل سر خوردم. بله گفته بودی. خب دیگه. خب حال راحت شدی مادر کلان؟ بله راحت شدم. بسیار خوب است. به هر صورت من دیگه خومیشم. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر دخترم. شب بخیر. کان بچیم ایراست میگفت؟ فکر میکنم بله، امکان داره. یعنی من در همراهش بسیار قصه کردم سلطان مادر، اما به نظر من در چیزایی که گل میگه هیچ تناقض وجود نداره. یعنی من نتونستم پیدا کنم. به علاوه جمالم پیش پدرش هست، به قریه دار پیام روان کردم. وقتی که تو مطمئن شدی خیدگه نباید شک کنیم، همه تو نیست؟ یعنی که این دختر راست میگه. بیا. خواهر بخیر باش، عروسی کدی، چرا خبر ندادی؟ با تو کی گفت؟ خیر راست بوده؟ من مزاق کرده بودم، تو برام گفتی خواهر. چرا خبر ندادی؟ تبریک باشه خواهر. چی کنم جانم؟ باید اما تو میشد خواهر جان. اگه من میگفتم که عروسی میکنم چی میشد؟ هم مادر کلانم هم خانوادی و ما را راحت نمیماندن، به خاطر که ما را جدا بسازن هر کار میکردن. ما هم چی کردیم؟ امیر را انتخاب کردیم. همه قسمه که اونا پت کوشش کردن عروسی کاموران و جمال کنن، ما تو یک کار کردیم. یعنی از اسلحه خودشان در مقابل خودشان استفاده کردیم. بسیار هیجانی شدم خواهری. گپ تو چی وقت پت میکنین؟ خب حالا جمال یک خانه میسازه از چوب، بسیار خانه مقبول. تا وقتی که همراهش در یک خانه زندگی کنم از کلگی گپ پت میکنیم. بله، به خاطر که اگه بگوین عروسی کردین اینجا تو را جزایی میکنن و اونجا جمال جزایی میکنن. اما تو میکنیم جانم، یک مدتی گپ از همه پت میکنیم. خب اما به خواهرم هم نگوییم؟ نمیفهمم سوده، نمیفهمم. از خواهرم هیچ چیز پت نمیکنم، اما میترسم که سرم قار نشه. در ضمن میفهمی که او از اول تا آخر طرفدار کان است. حالا میترسم که به کان نگویه. اگه کان خبر شوه کلگی خبر میشه. بله ای گپ است. خود ترکم بیبی ده باره من فکر میکنه. توبه، ای خو زیاد قیمت است. قیمت خواست، اما یک دفعه بیبی زنه کرد. چقدر شیک است، بسیار شیک است، بسیار شیک است، بسیار شیک. او طرف ما صبر ببینم که خوبش هستن یا نه. سایس نورتن زیاد اک نکو، در روزا بخی مغرور شدی. من چی گفتم؟ فقط گفتم بیا که طرفم ببینیم. سایس بیبی ها ارزانم از خوبش هم از چی میشه؟ دیگه ازم یا میگیریم. نورتن توبه چیز ارزان به علت نیست زنکه.
باید از آخرین مدل تکنولوژی بگیریم. اینا به درد نمیخوره. بگو چرا؟ چرا؟ آخرین مدل تکنولوژی خوبش میباشه. ها بیبی سیستم 5+1 است. بیبی 5+1. 6 دقاره خدا نشوی چیغ نزن. او رو نمیگم که در مکتب خوندی. بیبی 5 و 1. به هر صورت چی میگم بنیامین، با اتاق خود ما یک دیویدی بگیریم که هر شب آهنگای رومانتیک ببینیم. راست میگم ما تو میکنیم. اگر تو نکنیم کلگی سر ما شک میکنه. ضرور نیست که بخریم. من بهترین تایپ موتور برات میخرم و با آهنگای رومانتیک جان. بس تو با چی شده؟ او طرف بیبی اونجا خصیده بسته وسایلاش پس خانم است. توبه زنک از چی وقت حالا وسایل غذا آماده میکنه؟ من هیچ وقت ندیدم که وسایل غذای مزه‌دار آماده کنه. بیازو تو مادرم چندان دستپخت ندارن. در این دکان صدای ما بلند نکو بد است. بنیامین به خاطر صبحانه از زیاد زحمت میکشم. چی رقم زحمت میکشی؟ تو تخمه که با روغن پخته شوه خوش داری. به خاطر پخته کردن او تخم سر گاز دقه باید مازش پس خانه خبر بگیرم تا که او تخم پخته میشه در دست و پایم شیما نمیمانه جان میره میفهمی؟ تو چرا قطعا بلسی زنک شیشک؟ من شیشک نیستم. من هست یک خانم، من حق ندارم که کار خدا آسان کنم. این نام او چی است؟ کدامش؟ اونو ماشین مایه کردن ماست هم است. نورتن به خاطر مایه کردن ماست چی ضرور است که یک ماشین بخری؟ ای دیگه چی کار از جانم لطفاً دیگه. تو یک چیز الهی فکر میکنی؟ اول شیر جوش میدی، بعد از اون میبینی که مایه شده یا نه. وقتی که فراموش کنی مزهش تغییر میکنه. هر وقت باید شیر جوش شده ببینی که مایه شده یا نه. این کار آسان میکنه بنیامین. سایس نورتن بس از دیگه ترنگز کردن نفس مکشیدی. کل دکانه بخر. اگه حالا بارمت کل دکانه میخری. بیازو پیسه را خودت کمایی نکردی. هر کار دلت خواست بکو. سایس خیمه واره میگیرم. سایس بگی. تو خدافظ. وای چقدر مقبول است، من کلشو نمیگیرم. بله چطور هستی بنیامین؟ خوب هستم جانم. تو چطور هستی؟ من امروز کم خوب نیستم. با قدم زدن بریم. حال دمولاستم. ما فورا میایم. وقت آمدم خبر میتونم. بعد از اون میریم قدم میزنیم. سایس درست است جانم. اما منتظر زنگت هستم. سایس توبه. اونا چاکلت بچیم میبخشین قندولکا. اینه فقط چند تا گکه گرفتم. نورتن یا چی است؟ گفتی هر چیزی که میخوایی بگی ماما میاره گرفتم. توبه قدر نادیدگری نکن نورتن. قدر وسایلی که گرفتی ازش برج ایفل میسازی تو. این خود چیزی نیست. کلش نصف پیسه تلویزیونم نمیشه. او خصایی زنکم. حالا این پیسه را بان موتر نیست. چطور اینا را خانه ببریم؟ ما چی آمدیم دمی لباس آمدیم. چطور اینا را میبری؟ ما امروی دکاندار گپ زدم به خانه روان میکنن. تو تشویش نکن. توبه معذرت میخوایم نورتن. تا 10 سال دیگه توفه سالگرد مالگرد هیچ چیز از پیش من نخواهی. فهمیده شد خلاص است. فقط که تو امروز برام چیزی گرفتی بعد از یام نگی. سایس نمیخوایم. زیاد تا ننتی. اگر قرار اومد کلش پس دکان واسه که خرخر نکو بریم. بله جانم. کدام خبر است؟ نه نیست. او همراه سارنوال در داخل است. گل کاش که میتونستم کنارت باشم. نمیشه گل نمیشه. همگی اینجاست. بله جمال. عروسی کردیم اما حق خوشی ما را نداریم. خب خیر، خدا کنه پدرت نجات پیدا کنه و ما به هم برسیم. خدا کنه گل خدا کنه. پس اگه گپ شد من برات خبر میتم. درست است؟ درست است جانم. دوستت دارم. مام والله بالله ببینین به 30 سپاره قرآن قسم میخورم سارنوال صاحب من مسئول حیوانات اهلی هستم. ببینین نام خانوادگی ما کجو است. اگه از قریه ما کسی پرسان کنه که ای کی هسته حسن کجو یا دودو کجو مثلا بچه کجو کی هستن جمال جلال هلال یعنی به او شکل نام خانوادگی ما کجو است. من درباره حیوانات و گلسندا میفهمم قربان شوم. من از سازمان انارشیست هیچ چیز نمیفهمم. سازمان ما در طویله است. ببینین ما با تربیه
گواه امرار معاش میکنیم سارنوال صاحب. از موتر ما پیدا شدن چاقو تبرکات این چیزا یک چیز عادی است، یعنی جرم نیست. معذرت میخوایم اما یعنی ما حیوانات با ریسمان بسته نمیکنیم، ما به شکل نرمال بستهشان میکنیم. یعنی وقتی که حیوانات مریض میشن یک صلوات گفته قربانیشان میکنیم، حلالشان میکنیم. یعنی به اون شکلشان، یعنی به خاطر که حیوانات باید حلال کنیم دیگه سارنوال صاحب. ما خود دیگه چاره‌ای نداریم. تو چرا از تلاشی ترافیکی فرار کردی محترم؟ از تلاشی تلاشی او تو شد که او من از یک چیز خبر شدم. گفتن که بچه تو عروسی میکنه، یعنی پت از من عروسی میکرد. گپی قسم است دیگه. ما او مادرش بسیار به عجله دویدیم به خاطر که ما نکایشان شویم. رفتیم او وقت البته من نمیخوایم که بچیم همراه یه دختر عروسی کنه. دقیقاً با دختر مشکل خاصی نداریم، یعنی دختر بسیار یک دختر خوب است، شهری است، کمی خوی و خاصیتش نسبت به ما فرق میکنه، اما بازم این موضوعات هیچ کدامش مهم نیست، یعنی هیچ مهم نیست. در قریه ما یک خانم است، یک خانم پیر است که به او سلطان مادر میگن. سلطان مادر مالک تمام زمینا و مالا و گوا و حیوانات زراعت و کوه و صحرای و قریه است، تمامش از او است. ما اگه بخوایم کدام کار انجام بدیم باید اول از او اجازه بگیریم، بعد از او میتونیم کارا رو انجام بدیم. چی بگویم دیگه خو؟ اگه بلی نگویی گوش نمیمونی، با خدا او وقت گوش نمیمونیم. ببینین بیشتر گپ من طولانی نمیسازم. این خانم پیر یعنی سلطان مادر برام گفت که بچه تو، یعنی گفت بچه ما، گفت همراه نواسه تو، یعنی همراه نواسه خودش تو، گفت که بچه میخواست پات از اونو عروسی کنه با دختری که نواسه سلطان مادر است. تمام شدیم. اگر عروسی میکردن ما گوش نمیموندیم، به خاطر آینده خودم خانواده مجبور شدیم این کارا رو بکنم. در جریانی که به عجله میخواستیم بریم شما مجبور شدین که شما چرا رقم طرفم سیل میکنین؟ چیز اشتباهی گفتم. این کتابا رو تو دست سابق میخوانی؟ اینا نه به خدا اولین دفعه است که اینا رو میبینم. چی است؟ ببین محترم، اگر سابق می بود و این کتاب از خانت پیدا میشد، حالی تو تا آخر عمرت زندانی میشدی. خب اینا چی هستن؟ بگی خودت ببین. توبه ادعاهای سوسیالیستی. با خانت ببر، کلش اینجا خواندن نمیخوام. در خانه بخونم؟ بله آزاد هستی. آزاد هستم. خب اینا رو بله دوستای ما با شما کمی زیاده روی کردن. راست میگی؟ ببر. یوسف یاشا بازماز کی است؟ یوسف او دوستم از خیر است. چه قسم دوست است؟ او تو رو دگیر داده؟ کارو بوده؟ بله. چطوری کار کرده؟ از زبان شما گفته یک عالم کارهای پت و پنهانی دارین، اونا یک روز اشکار خواهد شد. مأمور صاحبم به مو خاطر جدی گرفته. وای بی غیرت، وای بی وجدان، وای بی غیرت. بلا بود و برکتش. زنده باشی سارنوال صاحب. پس من آیستا میرم. نه کارهای جنجالی دست نزنین. سارنوال محترمه، تو سارنوال ما هستی، کلان ما هستی. من به کارهای جنجالی چی ربط داشته میتونم؟ ما آدم حیواندار هستم. ما را چی به کارهای دولت، ما را چی به کارهای سازمان و دیگه. ما به این کارا غرض نداریم. محترم جای ما در سارنوالی و ادارات دولتی نیست. در حقیقت ما نباید اینجا باشیم. من رفتم دیگه. این معذرت میخوایم که ریورس برآمدم، یکم دستم بند بود. خداحافظ. چشمایتون روشن. کاکاوسنو آزاد شد بالاخره. اگه آزاد شده خیلی چرا نمیاید؟ کارایش هنوز خلاص نشده. امی که کارایش خلاص شد ببرای آزادش میکنن. راست میگی؟ راست میگه مادر جان، راست میگه. حالا میآید. چشمایت روشن رفیق. محترم دادنه نبی که کلیش بشه. خیلی آزاد زنده باشی نیازی. زنده باشی. چشمتون روشن. کارش که خلاص شد آزادش بکن. پدرم آزاد شد. فوراً ببینیم. گلسوم در لبایت خنده آمد. میبینم که بسیار خوش هستی. چی مادر کلان؟ به خاطر که اونجا که رفته بودم نه اونا پیام دادن میخواین دوباره ببینیم. آی درست است، بخیر باشه. خدا کنه مادر کلان جان. به هر صورت ما برم که وقت نشه.
هنوز صبحانیت خلاص نشده دختره. ما سیر شدیم نمیتونم، حالا که من هیجانی هستم نمیتونم بخورم. میبوسمت مادر کلان. بای بای. خدافظ. تو سایکوی چقدر مقبول است. آمدم. خدا کنه که زیاد منتظر نمونده باشی. نه انتظار چی؟ بیاز منتظر بودن کارم است، تشویش نکن. زنده باشی بنیامین، بسیار شیرین هستی. راست میگی؟ شیشک تو هم بسیار شیرین هستی، شیر پیره. هر وقت برات نیاز داشته باشم میایی و در کنارم میباشی. همیشه مرا اتو میخندانی، واقعا تشکر میکنم. ای دیگه چی گپ است؟ بیبی از 24 ساعت 25 ساعتش تحت امرت هستم. یک دقیقه. بله نیازی. ها نهال کجاستی؟ همیال کارم خلاص شده، بیایم؟ نه حال نمیشه، من کار دارم. همراه بنیامین به قدم زدن میرم. همراه بنیامین؟ بله همراه بنیامین، به امید دیدار. خداحافظ. قدم زدن خود قدم میزنیم. میگم کاش که موتر می بود که تو پیاده نمیرفتیم. فرق نمیکنه، این قسم قدم زدن خوب است. بیبی هوا چقدر خوب است. درست است، ورزشم میشه. اما اگر موتر می بود یک جای خوبتر رفتم میتونستیم. به او خاطر گفتم جانم. البته اتو خواه هست، اما من این قسم قدم زدنم خوش دارم. نهال میخواستم یک چیز بگویم. او نیازی کس نه، به گپ تو گوش میکنه. میگم اگه یک بارم روش گپ میزدی که آتش پرچم دوباره سرم مفروخت بسیار خوب میشد. خب نمیفهمم، واقعا به گپم گوش میکنه؟ به نظرم بدون تو گپ کسی را قبول نمیکنه، نمیتونه کسی قانعش بسازه. ها تو مطمئن هستی؟ البته جانم، تو خودت متوجه نیستی. بیبی استعداد قانع ساختنت پرفکت است، یعنی به نظرم بسیار خوب است. درست است، یک بار به خاطر تو امتحان میکنم. سعیس بیبی این کار برام حل بساز، آتش پرچم برام پس بگی، اون وقت هر چیزی که از ما میخوایی بخوای. نه جانم، چی بخوایم؟ ببینن پدر جانم آزاد شد. پدر جانم آزاد شد. خوب شد که به خیر گذشت. السلام علیکم. شما چرا اینجا آمدین؟ با خاطر کمک شما آمدیم کاکا حسنو جانم. صدقه برو تایید شوم. در مقابل دروازه محکمه همیشه بیروبار میباشنی. ما گفتیم که بیروباره بندازیم، نگوین که شما تنها هستین. خوب کردین. پدر؟ اونا چی است؟ اینا به خاطر معذرت خواهی سارنوال برام توفه دادشان. گفت تو را زیاد نگاه کردیم. تو اینا را میخونی نه جلال بچه؟ میخونیشان؟ پدر خوب شد که بخیر گذشت. خیر ببینی. پدرتان کجاست؟ ما چون والا شاید در خانه بوده باشه. خب 3 سال دیگه بریم. پدر به چیز موتر ده حوزه ماندنه، برام او را بیارم بعدن میایم. درست است بچه، برو به کارت برس. چطور کنیم ما به یک شکل میری خانه دیگه بریم. برو دیگه چوچه. ها فهمیدم. بیبی نیازی، بیازو هرچی نباشه تو خودت موتر داری، اما بنیامین نداره. بیبی وقتی موترش از دست داد او به موتر شد. درست است. خب تو چرا میانجیگری میکنی؟ خب چطور کنم نیازی جگر خون میشم. بیبی در مقابل چشمای ما حالت روانی ای بیچاره خراب شده، میره چی میشه؟ خواهش میکنم. درست است. وقتی که تو خواهش میکنی من حال طرف قریه میایم، اونجا با هم دیگه گپ میزنیم. با قریه میایه همراهت گپ میزنه بنیامین. گپ زدن چی؟ فقط که ما بیگانه هستم. یک دفعه تلفنم برام من خودم روش گپ میزنم. بله نیازی، این چه قسم گپ زدن از بچم؟ تو میخوای درباره چی گپ بزنی؟ بنیامین یعنی چی که گپ نزنیم؟ هر چیز از خود یک قیمت داره دیگه. توبه مگم تو سیاستمدار فکر کو بعد از او باز ما تو گپ میزنیم. باور کو زبانم بخیر رک شد. تو چه قسم آدم هستی؟ دقار غضب خدا گرفتار شوی قد کرد. هوشیاری را ببین مکاره. فکر میکنم میتونه مرا بازی بده. مکار لوده، اگه تو مکار هستی من 10 برابر تو مکار هستم. حال بازی رو برات نشان میتم آقا بنیامین جان. برات نشان میتم که یک نان چند فطیر است. میبینی باز. ای نیازی خیر ببینی. زنده باشی، باز آمد شدی. خواهش میکنم زنده باشی. خانه تا باد. برو بخیر. پای من خو برده. خداحافظ. خداحافظ. جلال تو امرای ما داخل بیا، چند دقیقه امرای باید گپ بزنم. چرا پدر؟ این کتابا رو میبینیم دیگه. خیره صدقه چوان پدر جان، من کار مهم دارم. من فورا اینجا بیا. دیدیش؟
دیدی چطور گپ دور داد؟ البته که پس میایی، همیشه خودت طویله نمیشینی. مکدت کار دارم. اسنو جان زیاد مانده شدی، حالا بیا جانم، بیا چند دقیقه استراحت کن. بیا دیگه. خانه دودو ما میریم دیگه که مادرمشون به تشویش میشه. برین بخیر، برین. روز بخیر بریم. ای مرد خانه، قربان تو شو. بسیار پشت دق شده بودم. مام صبر کن. UFC 232 سیار بهادر زاده کورتس ملندر. سلام علیکم. نیازی جان چی شد؟ کاکاسنو آزاد شد؟ به خیر خوبی آزادش کردن. او کار حل ساختیم. تو یک 5 دقیقه امرای ما بیا، باید گپ بزنیم. صدیق دوستا چی شده باشه؟ ببین نیازی عاجل صدیقه به داخل خواست. نمیفهمم که چی میگه برش. والله خدا میفهمه که چی گپ شده باشه. دوستا شام یک عالم پلیس اینجا آمده بود. راست میگه جانم؟ حتما کدام چیزی خوش شده. مثل که کدام موضوع تروریستی است. من میگم حتما چیزی شده بیادر. درست است دوستم، چیزی خوش شده، اما با وجود او گپ‌ها چطور کاکاسنو رو آزاد کردن؟ کی میفهمه؟ کی میفهمه؟ بیادر تو همه چیز احساس میتانی، حال ای را احساس کردن نمیتانی؟ تو قواره ای رسای که تو سرما گپ زده میری ها؟ من حس میکنم اما با تو نمیگم، تو نمیفهمی. دوستا با وجود قدر گپا اسنو رو آزاد کردن، اما گپ مهمی از دیگه که خوب شد که آزاد شد. البته مرسل کو چیزایی که برات گفتم فهمیدی یا نه؟ فهمیدن خب فهمیدم. من خب به عقل نیستم نیازی، فهمیدم. نه به خدای نخواسته به عقل نیست، یعنی به خاطر که بیادر خودم هستی ازت خواستم یک بار پرسان کنم. البته تو راست میگی. بریم. اما یک جویش نفهمیدم. اگر داوطلبی را من ببرم، من پیسه از کجا کنم بیادر؟ از کجا برات پیسه بتم؟ دیدی حق بجانه بودم که ازت پرسان کنم بیعقل. تو برم پیسه میسن نمیتی بچیم. اگر داوطلبی را تو بردی موتر پس پیش من میباشه، تو برم پیسه را نمیتی، من برات موتر را نمیتم، پیش دیگر همه تو تمثیل میکنی. مال فهمیدی؟ بله فهمیدم. اما فکر نمیکنم صحیح فهمیده باشی، تو معلوم نمیشه. درست از بچم فهمیدم. دوستم نیازی بگو که چی جریان داره، چی اتفاق افتاده، کاکاسنو رو چی شده، به ما بگو دیگه. همگی ما به تشویش هستیم. یک دقیقه صبر کن کاکاسمون، یک دقیقه صبر کن، مرا مصروف نساز، کار دارم. وقتی کاکاسنو اومد باز خودش به جزئیات همراهتان قسم میکنه، برات میگه چطور آزاد شد. نمیفهمم که چی نوشته میکنه. فروشی نوشته که تو محترمه فروشی نیازی؟ زیاد از این موتر خوشم نامد. تبریک باشه نیازی. زنده باشی بیادر، خیر ببینی. روز بخیر. روز بخیر. روز بخیر. خوش چی میکنین دوستا؟ چی میکنین؟ وای یازنه جان خوش آمدی. او چی از فروشی نوشته کردی؟ بچیم اگر فهمیده شوه که به خاطر این حال خانم مفروشمش خوب نمیشه. صدای ترکش. بسیار خنده دار، بسیار هوشیارستی. درست از کس خبر نمیشه. نیازی حالا که موتر مفروشی 9000 از ما شد بچین دیگه، الان موتر رو روشن کن که ما برام زود باش دیگه. خب 9000 کم نیست بنیامین به نظرت؟ ببین نیازی ما خوب گپ زدیم بچیم. 9000 کفایت میکنه. حالا دیگه دوستم 9000 پیسه خوبه، زود شد دیگه. درست بچیم بیا. ای چی میگه بچیم؟ 10000. تو چی میگی بچیم؟ دیوانه سی و مذاق میکنی؟ با خدا مذاق نیست بنیامین. 10000 تجارت است نه؟ من 10000 میتم.
موتر تو پیش صدیق میره بنیامین، فهمیده شد؟ یک دقیقه او مذاق میکنه. ما 11,000 میتونم. 11,000. 11,000 درست است. بیا 12. بچم تو چی میگی؟ تو قدر پیسه از کجا میکنی؟ مرا دیوانه نساز. تو چی گفته میری؟ خدا دای زمانه فهمیدن همیشه که کی پیسه و ایمان داره بنیامین جان. مثلا من همیشه میلیونر باشم، شاید او را پت کده باشم، یعنی 12,000 میتونم. سایس یک دقیقه لطفا نکن. درست است بچم. 11 12 نمیفهمم چقدر بود. 12. پس 13 میگیرم. یک موتر با 13,000 گرفتم میشه 13,000. خداوند جزایتان بده. 13,000 درسته. 14. ده قاره خدا شوی. سیس او 15,000. 15,000. 16. راستی؟ الا بس فهمیدی که صدیق میکشمت. ببی مرا تبا ساختی. ده قاره غضب خدا شوی صدیق. ده قاره غضب خدا شوی. 16,000. 17 بگویم. 17 16 بسیار زیاد است. ده قاره خدا شوی. 17 18,000. از خدا میخوایم قهوه خانه در بگیره تو هم در بینش بسوزی بموری بچه. من 19,000 دیگه. من 19,000 میگم. موتر برات دادم. تبریک باشه. مرا قولت. تبریک باشه. تبریک سرم زقال. دوستم بنیامین، در قرعه کشی سال نو پیسه به دست آورده بودی نه؟ او پیسه را کلش از دست دادی بچه. راستیام او نیازی حداقل 1.5 ساعت تخفیف بده. اگه ما دوباره در پشت سرش بنیامین نوشته کنم 2.5 ساعت میشه بچم. خیر از دیگه یک تخفیف بده. خیر است. چی میشه؟ به خدا معذرت میخوایم بنیامین. مام تا وقتی که نیازی نوشته نکردم بسیار مصرف کردم. نمیشه دیگه. 19,000 بود نه؟ 19,000 بود. تبریک باشه. خیر ببینی. سر و سقال برنده شدی. تبریک باشه. جمال ای چوبه ما قسم سایز؟ بله ای را من قسم عرم میکنم. جمال یک کس دگام است که راز ما را میفهمه. کی؟ سوده. درست از گل. بالای سوده باور میتونیم گل؟ البته جانم او راز نگهدار است. تشویش نکو چیزی نمیگم. امیدوار هستم. خب ای خانه ما چی وقت جور میشه؟ یک یا 2 ماه بعد خلاص میشه. چی؟ 2 ماه بعد؟ مذاق کردم. تا 20 روزه خلاص میشه. یک دقیقه 20 روز هم زیاد است جمال. لطفاً بیشتر از یک هفته طول نکشه دیگه. تحمل نمیتونم. گل ده یک هفته چطور تمامش کنم؟ ناممکن است. جمال را که من میشناسم به خاطر خانمش هر کار میکنه. این قسم میگی؟ راست میگی. جمال را که تو میشناسی به خاطر خانمش هر کار میکنه. من را ده یک هفته خلاصش میکنم. تمامش میکنی؟ با زور خدا. بگی که زیاد یک از بنیامین. بگی چی از بچم؟ آب سرد و نوش جان. سیر کلام. حالا نیازی بچم کلی را بده دیگه که برو محل زود. بچم تا وقتی که پیسه را نگرفتیم کلی را برات نمیتونم. پیسه کی طرف بیاید یا کلی خودش اون طرف میآید. توبه من خو فرار کردنی نیستم. جای خانه ما معلوم است. چه قسم گپ است؟ من دیگه شما میفهمم بچم. پیسه را بیار موتر را ببر. بله راست میگه. اول موتر را بیار. راست میگه. اول پیسه. یا یک دقیقه اینجا بیا. نیازی کار دارم. بیا بخیر. حالا دیگه زود شو بخیر. باز چی میگی بچم؟ چیزی نه. تو یک دفعه بیا. حالا برو. درست از برم بگو. نیازی بچم. نیازی تو چی میکنی بچم؟ 9,000 گپ زده بودیم. این صدیق آمد گد و دیرنده. خو قدر پیسه دیگرم از کجا کنم؟ باور کو بیشتر از 9,000 دادن نمیکنم. این قسم میشه. با ما چی که صدیقی کارا رو که توبه حقم از دوستم.
در ضمن همگی شنیدن اگر دیگر را بشنون که ما پیسه را نگرفتیم خوب نمیشه. 19,000 بیار موتر ببر بچیم طرف مسائل کو. مرا هوش کنی تهدید نکنی فهمیدی؟ به خدا به نورتن میگم که امروز نهال خانم چکر میزنی. بعد از او درباره نورتن فکر کو، درباره ناخونای او فکر کو، درباره چهره مقبولت فکر کو. به خدا نقش روی خراب میکنه. سعید بچه من به سلطان مادر میگم که تو چی میکنی ها؟ بگو بچیم بگو، از طرف من برش سلام برسان. بیازو از قماندانم نامه برش آمده، حالا به فکر او است. کم است که به من نه بگویه بخیر. راستی میگی؟ به سرت قسم، برو برش بگو. تو از سلطان مادر هیچ نمیترسی؟ دیگه نمیترسم بچیم، برو پیسه را بیار. درباره چی گپ میزنین؟ صدیق جان برش مهلت دادم، اگر در ظرف 24 ساعت آینده پیسه را دانه بر من نیاره موتر از تو میشه بیاد. زنده باشی جانم. خواهش میکنم. پس درست است، میارم پیسه تا. راست میگی؟ بله از چیز بسیار خوب. درست است، زنده باشی. با امید دیدار. خداحافظ. دقار خدا شوی. اولا با تشویشتان شده آمدم. ها و دیگه در رابطه به شما به پدر کلانم ایمیل کردم. چی کدی؟ ایمیل نه یعنی از اینترنت. از اینترنت؟ ها بله. پدر کلانم بسیار هیجانی شد، فوراً جواب داد. هنوز شما را به یاد داره، هیچ فراموشتان نکده. یک بار بخوانین اقدر گپای طولانی و احساساتی. ایمیل آدرس شما را میخواه همراهتان گپ بزنم، مستقیم همراه شما. گوش کو، فرهاد خو اینجا نمیایم تو نیست؟ هیچ فکر نکنم. سلطان مادر، به نظرم شما یک راز دارین که از ما و از همگی پتش کردین. میخواین گپ بزنین؟ من راز چیز ندارم، همراه فرهادم گپ نمیزنم. درست است، هر قسم شما میخواین. بگیرین، ایمیل آدرس پدر کلانم است. شاید یک روزه بخواین همراهش گپ بزنین، همونطور نیست؟ خیطوره برم بته پیش ما باشه، شاید یک روزه لازم شوه، شاید یک روزه. جانم چطور خوابش برده؟ تمام شب ده اونجا بیدار بوده. من قربان تو شوام. گلم یک دانم. خداوند من از تو جدا نکنه جانم. کی هست؟ کسی نیست. صدای دروازه بود، آرام باش. خوش باشی جانم، بهمان گرفتن آمدین. خوب شد که بیادرم بخیر آزاد شد. خوب کردین بفرمایین داخل بیایید. یوسف نامده؟ نه، به قهوه خانه رفت. درست است، پس من قهوه خانه برم دکم. شما بیاین داخل. بیاین. خوب شد که بخیر گذاشت. زنده باشی، بخیر باشی، زنده باشی، خیر ببینی. بیاین. باز چرا ای زن آمدن؟ میبینی باز گپ میزنن. به نظرم هیچ نجات پیدا کردن نمیتونیم. نمیفهمم هر روز اینجا چی کار داره. سلام، شما باید هر روز اینجا حاضری بتین؟ بله، چی شده؟ موجودیت ما تو را ناراحت میسازه؟ چرا اینجا میاین؟ دیدین که مادر کلانم پدر کلانتان نمیشناسه، شنیدین دیگه. بیبی موی زرد مقبوله. پدر کلان شما قماندان رفعت با پدر کلان ما قماندان فرهاد از سابق دوست بودن، میفهمیدین؟ مثلا من از این خبر شدم. بر علاوه مادر کلانتان مشکلات جدی داره. نه خیر، نپرس که چی شده، نه، چون هنوز ایره مام نمیفهمم، اما کوشش میکنم که با گپ زدن ایره بفهمم. این مشکل هر چیزی که باشه درباره گذشته او است و یک رازه که به هیچ کسی گفته نمیتونه و چند سال است که در دل خود نگاه کرده. شاید دلیل مریضی یاد فراموشیشم امیراز باشه. باید ایره پیدا کرده حل بسازم. اگه حل بسازم همگی ما چی میشیم؟ صاحب یک سلطان مادر کاملا صحتمند میشیم. خب به اجازه تان من میرم.
خداوند از شما راضی باشه. همگیتان در خانه جمع شده بودین. هلال گفت ای دیگه چی گپ است؟ از دست ما مقمی آمد. زنده باشی خواهر جان. کل ما خدایا شکر خدایا، کل مشکلات ما حل شد. شوهر ما آزاد شد. بیاز جمالم همراه گل عروسی نکرد. ما دیگه چی میخوایم؟ دختر حالا برو یک آهنگ بان که رقص کنیم. حالا دیگه از مادرینو میمانم. شکر. آفرین دختر، آفرین. آی دوستم. کاکا یوسف بگی بیار باشیم. نوش جانتان. حکمت، حسنو را آزاد کردن ها؟ بله آزادش کردن بخیر کاکا یوسف. خوب است. وقتی که او بیروبار در پیش روی خانه حسنو دیدم، واقعیتش من ترسیدم که حسنو را از دست دادیم. راست خدا میگی. نگاه کنه. به خدا خوب شد که آزادش کردن ها. یوسف خوب شد که بخیر گذشت. حسنو جان خوب هستی؟ بسیار خوب است. تو چرا مرا دگیر دادی به خیرت؟ توبه کو کل بچیم. توبه کنم حال تو برات نشان میتونم بیوشم. اینجا بیا شده؟ جمال بگو جمال چی شده؟ گل چی شده؟ مادر زندگی سرت باشه بیادر. دوستا زنده باشه نیازی. توجه اطلاعیه قریه‌دار گزلکوی. یکی از خانواده های اصیل قریه ما، خانواده اوکوزجی ها، همسر حسنو آلکان، دودو آلکان بر رحمت حق پیوست. امروز بعد از نماز جنازه‌ای که در مسجد قریه گزلکوی برگزار می گردد، در قبرستان گزلکوی به خاک سپرده می شود. تمام اهالی قریه، دوستان و آشنایان مطلع باشند. زندگی سرکل ما و شما باشه. حالا دیگه بیادر، تقدیر الهی است. چیزی که خداوند بخواه همه تو میشه. ما چی میتونیم؟ کار تقدیر است. بریم و آخرین خواست مادرت برآورده بسازیم. فیلش کن. بیا بگیرش، بیا بگیرش. حالا بگیره، حالا بگیره. حالا که نفته. الهش کن که نافت نره بال نبگیرم. الهش کن. یا اوی بیا کاک عثمان. الهش بشه.
بگی تو خدایا نمان که دودو افتاد. دودویم چی شد؟ دودو چی شد افتاد؟ چی شده حسنو جان؟ ما کم میگیرینش. کاکا حسنو خوب هستی؟ چی شده؟ با خود بیا حسنو. ما کجا هستیم؟ ما در شفاخانه هستیم. من دیشب تا صبح در نظارت خانه چشمم پاد نشد بیادر. خواب برده بودیم، خواب دیدم بیادر جان. بیبی حسنو جان تو چه قسم خواب دیدی؟ بر ما قصه کو دیگه. بگو چی را گفتم میرفتی که بگیره نه؟ یوسف دودوی من برده بود. توبه خدایا. توبه. وقتی که میبردیمش که به خاک بسپاریمش سرشانی ما بوده باز افتاد. گفتم بگیرین که نفته. آمین. اوف جمال کجاست؟ جمال هم اینجا بود اما جانم چطور هستی؟ خوب هستم. مادرت چطور است؟ مادرم هم خوب است، چیز قابل ترس نیست. اوه خدا را شکر، بسیار دعا کردم جانم. مادرم خوب است گل، فقط کم سرش درد میکرد. خیرتیست چی شده بود؟ او چیز یک مریضی که بیشتر سرش درد میکنه. تو میفهمی؟ میفهمم. خواهرم سال قبل درسش میخواند. قهر بودن دوامدار سرش دور میخوره، همیشه احساس میکنه که مفته، حتی به گوش هم ارتباط کاملا نمی قسم. از مادرم یک مرحله بسیار حساس و مریضی بوده، یک مریضی سردردی. به او خاطر همگی فکر کرده که مادرم مرده. آی خدای من، درست سال چی خود شد؟ چیز نمیشه، به یک مدت باید خانه باشه، استراحت کنه، باید مواظب خود باشه. به هر صورت جانم خدا کنه که زود صحتمند شوه، بعدن همه چیز حل میشه. ما میفهمم که تو درباره چی فکر میکنی، اما تشویش نکن. تا روزه که وعده کرده بودم خانه را خلاص میکنم. نه خیر، البته که مقصدمون نبود. ما میخوایم مادرت کنارت باشه، اما این قسم یک آدم خودخواه نیستم. خوب شد که همراهت معرفی شدم. میفهمی بیشتر از چی خوشم میآید؟ با گذشته هر روز عاشق‌تر میشم. مام خوش هستم که همراهی تروسی کردم. بچیم مادرت رخصت میکنن، بیا ببریمش، اما سر پای استاد شده نمیتونه. میگه هیچ مدد دست و پایم نیست بچیم. میگه سرم دور میخوره. بیا با اجازه تان. برو بیا در حالی که رخصت میشه ما بریم دیگه. حالا بریم. ما رفتیم دیگه. خداحافظ. آی دختره دیگه گریه نکو. بی خدا به چی حال رساندی؟ گریه نکو. خاله اسما، اگه مادرم چیز شوه ما چطور کنم؟ دختره مادرت هیچ چیز نمیشه انشالله. مادرت یک زنه قوی است، دلت جمع باشه، او رو هیچ چیز نمیشه. هلاله جگرخونی مادرت فقط به خاطر پدرت بود. دستم بیا زود به شفاخانه بردنش، اگه چیزی میشد تا حال خبر میدادن. مرد تایفه دیگه میبینی خواهر، اما قدر فکر نمیکنن که در خانه دیگران به تشویش هستن، جگر خور میشن. بیبی حتی یک بار خبرام نمیتن. درست است دختر، درست است. حتما وقت پیدا نکردن این طرف و طرف میدویدن، فرصت که پیدا کنن زنگ میزنن. دخترم گریه نکو، جور میشه بخیر، جور میشه مادرت، گریه نکو. بله آیتن، تو کجاستی جلال؟ دکو بالا شده مایتنم. اما چرا؟ از ظلم پدرم خسته شده. گرچه ظلم مرا شکست دادن نمیتونم، اما به خاطر که در مقابل پدرم به احترامی نکنم دکو آمدیم. جلال تو چی میگی ها؟ بعد از این میخوایم در بیکو باشم مایتنم. همراه گپ زده بودم دختر. ما یک لیست از چیزایی که ضرورت دارم آماده کردیم، اونها را برام پیدا کن لطفا. جلال من هیچ چیز آماده کردن نمیتونم. تو هم خوب میشه از کوهی که بالا شدی فوراً پایین شوی، چون وضعیت مادرت هیچ خوب نیست. چی؟ تو چی میگی آیتن؟ جلال وضعیت مادرت هیچ خوب نیست. نیک مرده دختر. نمیفهمم، تو فوراً اینجا بیا. دختر گوش کن، نیک مادرم مرده، میخواین از من پد کنین، لطفاً پد نکو. جلال برات میگم که نمیفهمم، خانه پر از نفر است، برای توضیح دادن نمیتونم. چرا خانه پر از نفر از دختر؟
حتما مادر مرده ای را میخواین از ما پد کنی. اوف جلال گفتم که نمیفهمم. اما تو شلستی که بیایتن. خب درست است هیچ نیا دمو فرق کو باش ببینم که مادری چه خبر ترزش داره. درست از دختر میایم اوش کنی تا آمدن ما دفنش نکنی. توبه توبه جلال مرا چی شده؟ بسیار عجیب رفتار میکنه. دخترم گفتی که اینجا پست میایه یعنی نامک میایه. بله مادر کلان هر کسی که بخواه بر تا نامه روان کنه نامش دم اینجا میآید. توبه خدا میفهمه پیش از مردن دیگه چی چیزا رو خواهد. مادر کلان میگم که برتان یک تازی تلفن‌های هوشمند بگیرم اما میگی نه دخترم این بسیار قیمت از من خریده نمیتونم. اگه من از این نامه روان کنم به جایی که میخوایم میرسه. البته اما اول باید برات ایمیل آدرس جور کنیم مادر کلان. قیمتی ایمیل آدرس چقدر است؟ نه مادر کلان او خریده نمیشه یعنی خصوصیات تنوشته میکنیم. خیلی پیسه که ضرورت نیست پس جور کو زود جور کو دخترم. درست است جور میکنم. نامش چی باشه مادر کلان؟ سلطان یلماز نوشته کن. درست است ببینم به این نام دیگه جور شده. ها مادر کلان به این نام است باید یک نام دیگه باشه چون به این نام یکی دیگه است. در صورت سلطان دختر نوشته کو. ها مادر کلان تاریخ تولدتان باید نوشته کنیم سلطان دختر 1940. ها این قسم میشه؟ درست است نوشته میکنم مادر کلان. درست شد. پس تبریک باشه مادر کلان بعد از ایمیلت سلطان دختر 1940 است. بعد از این استفاده کردم بله بسیار خوب شد. حالا ایمیلام دارم. بیبی قسم اینجا میری. سلام چطور هستی نهال؟ خوب هستم تو؟ ما هم خوب هستم اما درباره تو زیاد فکر میکنم. چرا؟ زیاد دل من شکستاندی. ما دلت شکستاندی؟ بله به خاطر اینو ما خانم کارت اومد دلم بسیار شکست. یعنی به نظرت ما آدمی هستم که یکی رو دوست داشته باشم و طرف دیگه خانم ببینم؟ تو هم به خاطر بنیامین قارت میای نیازی چرا؟ من به خاطر بنیامین قارم نمیایه. من سر بنیامین عصبانی میشم چون همیشه در چهار طرف تو احمقا واری میگرده. بیبی نیازی ما و بنیامین فقط دوست هستیم. فهمیدی دوست؟ وقتی که در این موضوع شک میکنی دل ما مشکنه. اگر دلت شکستانده معذرت میخوایم. به خاطر بی‌اعتمادی که نسبت به هم داریم من نمیخوایم که حسی که نسبت به هم نگه داریم از بین بره. واقعا میگم بیبی به خاطر خواهش تو موتر به بنیامین پس فروختم. واقعا راست میگی؟ بله راست میگم. به خاطر تو هر کار میکنم. من میگم که امشب به تنهایی غذا خوردن بریم. بعضی اتفاقات ناخوشایند که در گذشته رخ داده را فراموش کنیم جانم. درست است. نه وقتی که اعتماد میگی و میخوای که اعتماد اهداف رابطه ما باشه پیشنهاد امشبت قبول میکنم جانم. درست است. شب باز میایم پشتت. درست است. شب میبینه. بیا زنک آیستا بیا خوش کنم مادر جان بگی بچه ما رام چطور هستی دودو؟ هیچ خوب نیستم دخترم محترم برو حال وقتی کاران سیلاش کدوم شما دخترم سرم میکفم تو رو چی شده خاله دودو؟ دوچاره یک مریضی نامتوازن شده. تو با او چه قسم یک مریضی است؟ اسم خواهر ولی من دکتر نیستم که بفهمم. آی سرم میکفم بچه بیا که برمیش داخل بیا آی تو بشم اینجا فریم چی رقم دردم خواهر شفا باشه. شفا باشه خاله دودو. شفا باشه خاله دودو. چطور هستی جمال؟ نه خوب هستم کامران خودت؟ مام خوب هستم. خدا را شکر که خوب هستی. آی مرا بخیر درست از مادر جانب چرخک نمیزنم تو در فکرت میایه. باور کو زیاد مانده شده. نورتن توبه در خانه خو هیچ کس نیست. توبه کردیم یا کجا رفتن؟ در قاره خدا شوی نورتن. چرا کل اینا را سر دست کردی و استفاده کردی؟ چقدر مقبول است میبینی چی مردم فارس ما یک هستیم از یک تن
یک زبان داریم و نباید ملتگرایی و محلگرایی کنیم. یکی گوید من افغانم تو را چه؟ دیگر گوید من ایرانم و یا تاجیکستانیم تو را چه؟ دریغا نیست مردی که بگوید من انسانم تو را چه؟ از جداهایی ما ملت به علت می رود. ملتی ما را از این علت نگه دارد خدا. در جهان از دست بی شفقت نگه دارد خدا. تمام مردم فارس شما را دوست می دارم. خداحافظ. خود را احتیاط کنید. वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू।